بریم که یه آش رشته خوشمزه درست کنیم که خیلی ساده آماده میشه. پیاز داغمون باید فراوون باشه، خلالی خوردش میکنیم، با مقدار روغن تفت میدیم تا سبک بشه، زردچوبه و سیر خلالی هم بهش اضافه میکنیم و مقدار نعنای خشک با هم تفتش میدیم تا عطرشون بلند بشه. حالا حبوبات رو بهش اضافه میکنیم به همراه آب و نمک و درش رو میذاریم، اجازه میدیم تا کاملا جا بیفته و حبوباتمون پخته بشه. مقدار مواد رو توی کپشن براتون اضافه میکنم. وقتی حبوبات پخت، سبزی آش رو بهش اضافه میکنیم، 10 دقیقه دیگه زمان میدیم تا سبزی هامون کمی نرم بشه و بپزه. بعد اون هم رشته آش رو اضافه میکنیم. غلظت این آش و مقدار رشته کاملا سلیقه‌ایه که شما میتونید کم یا زیادش بکنید. در آخر هم وقتی رشته ها پخت دیگه آش آماده است. موقع سرو هم با کشک یا ماست یا هر چی که دوست دارین روش بریزین و میلش کنین. خیلی خوشمزه و عالی میشه.